تغذیه با یک لوله بینی معده‌ای. اگر یک نوزاد نتواند شیر کافی را از طریق دهان دریافت کند، می توان به وسیله یک لوله بینی معده‌ای او را تغذیه نمود. این ویدئو به شما نشان خواهد داد که چگونه یک نوزاد را با یک لوله بینی معده‌ای تغذیه کنید. برای تعیین میزان شیری که نوزاد در هر وعده باید بخورد، دستور پزشک را چک کنید. نوزاد 4 روزه ما 1 کیلو و 700 گرم است. او هر 3 ساعت به 20 سی سی شیر مادر نیاز دارد. اگر نوزاد بخشی از شیر را زیر سینه یا با فنجان خورده است، حجم شیر را با توجه به آن تعدیل کنید. از مادر بخواهید دستهایش را بشوید و شیرش را داخل یک فنجان تمیز بدوشد. سپس او را تشویق کنید که نوزادش را روی سینه خودش بگذارد. انجام این کار باعث می شود مهارت شیر خوردن در نوزاد هرچه زودتر پیشرفت کند و مقدار تولید شیر را در سینه مادر بهبود می بخشد. تغذیه با لوله بینی معده‌ای به نظارت دقیق نیاز دارد. همیشه چک کنید که علامتی که با آن لوله را نشانه گذاری کرده اید در کنار بینی نوزاد قابل رؤیت باشد. این کار تضمین می کند که نوزاد شیر را داخل معده اش دریافت خواهد کرد. اگر لوله جابجا شده است، چک کنید که آیا هنوز داخل معده هست یا خیر. ابتدا به صدای ورود هوا روی معده نوزاد گوش دهید. سپس محتویات معده که با آسپیره کردن داخل سرنگ برمیگردد را چک کنید. حالا لوله را با چسب فیکس کنید. به مادر آموزش دهید که چگونه حجمی از شیر را که نوزادش نیاز دارد از ظرف شیر بردارد. همزمان که یاد میگیرد با این روش جدید نوزادش را تغذیه کند، او را تشویق کنید. از مادر بخواهید شیر را داخل یک فنجان بریزد، سپس پیستون سرنگ را خارج کند. از او بخواهید در حالی که نوزادش را روی دامانش و یا در وضعیت پوست به پوست نگه داشته است شیر بدهد. لوله را تا کنید تا بسته شود. انتهای آن را باز کنید. سرنگ خالی بدون پیستون را به آن وصل کنید. حالا حجم شیر مورد نیاز نوزاد را داخل سرنگ بریزید. تای لوله را باز کنید و سرنگ را کمی بالاتر از نوزاد نگه دارید تا به این صورت شیر به سمت معده نوزاد جریان پیدا کند. این بخش را دوباره با دقت ببینید. لوله را تا کنید. انتهای آن را باز کنید. سرنگ خالی را به آن وصل کنید. سپس حجم شیر مورد نیاز نوزاد را داخل سرنگ بریزید. تای لوله را باز کنید. سرنگ را بالای سر نوزاد نگه دارید و اجازه دهید شیر جریان پیدا کند. اگر جریان شیر آغاز نشد، به آرامی پیستون سرنگ را وارد کنید، اما فشار ندهید. یا اینکه ته سرنگ را با انگشت شست خود بپوشانید و سپس بردارید. این دو روش می توانند کمک کنند که شیر جریان پیدا کند. شیر به آرامی وارد معده نوزاد خواهد شد. هر نوبت تغذیه باید بین 10 تا 15 دقیقه طول بکشد. اگر نوزاد ریفلاکس دارد و یا کبود شده است، با پایین آوردن سرنگ سرعت جریان شیر را کم کنید.
زمانی که تغذیه به اتمام رسید، سرنگ را جدا کنید و در پوش لوله را ببندید. یک اشتباه رایج فشار دادن با پیستون است تا سرعت تغذیه افزایش یابد. این کار می تواند خطرناک باشد. نوزاد ممکن است استفراغ کند و همراه با تنفس شیر را وارد ریه هایش کند. سرنگ تغذیه و فنجان را برای نوبت بعدی تغذیه با آب و صابون بشویید. زمانی که نوزاد به صورت مؤثر قادر بود زیر سینه تغذیه شود، لوله را خارج کنید. به یاد داشته باشید روزانه حجم شیر مورد نیاز برای تغذیه را بر اساس دستور پزشک چک کنید. قبل از هر نوبت تغذیه از صحیح بودن جای لوله مطمئن شوید. اجازه دهید شیر به آرامی در مدت زمان 10 تا 15 دقیقه به معده نوزاد وارد شود.